سلام، من سیروانم. امروز روز دهم از اسکیل 15. ما قراره که 50 روز 50 تا سال حل کنیم. سلکت های ساده رو شروع کردیم، تموم کردیم. الان جوین های ساده رو شروع کردیم، تموم نکردیم. و ببینیم سوال امروز از چه قراره. average time of process per machine. خب گفته یه تیبل داریم به اسم اکتیویتی. یه ماشین آیدی داره، یه پروسس آیدی داره، یه اکتیویتی تایپ داره که میتونه استارت باشه یا اند و یه تایم استمپ داره که عدد اعشاری توشه. و از همون گفته که average time per ماشین رو به من بگو. ببین چیه سوال اصلا. گفته که همچین تیبلی دارم، یه سری ماشین دارم، مثلا ماشین 0، ماشین 1، ماشین 2، و اینا هر کدومشون یه پروسس رو شروع میکنن و تموم میکنن. یعنی ماشین 0 پروسس 0 رو شروع کرده در ثانیه 0.712. همون ماشین همون پروسس رو وقتی که تموم کرده ثانیه بوده 1.52. یعنی مبدأ زمانی اگه 0 در نظر بگیریم، در فلان زمان اینو شروع کرده، در فلان زمان همین پروسس رو تموم کرده. حالا ماشین 0 دوباره یک پروسسی رو به اسم 1 شروع کرده در زمان 3.14. همون ماشین همون پروسس وقتی که تموم کرده زمان بوده 4.12. و همین یعنی که مثلا اگه ماشین 2 پروسس 0 رو استارت کنه، ما نمیتونیم ماشین 2 پروسس 1 رو تموم کردنش رو بیاریم به این نسبت بدیم. یعنی هم ماشینه باید ثابت باشه، هم پروسسه، و اکتیویتی تایپ هم باید یکیشون استارت باشه یکیشون. چی داره میگه که سلکت کنیم start from activity و انگار باید اینا رو بذاریم بغل هم یه طور. یعنی که استارت 0 رو باید بذارم کنار اند 0. مثلا استارت 02 رو باید بذارم کنار اند 02، چون ماشین 2 پروسس 0 رو در این زمان استارت کرده، همون پروسس رو در این زمان تموم کرده. احتمالا خیلی حالتهای مختلف میشه اینو حل کرد. چیکار کنیم ما؟ من احتمالا اگه باشم با جوین هم اگه بخوام حلش کنم، سعی میکنم یه تیبل داشته باشم از استارتا، یه تیبل داشته باشم از اندا فقط، و اینا رو بچسبونم کنار هم. چطوری؟ مثلا همینو من بگم که جایی که اکتیویتی تایپ من باشه استارت، یعنی این یه تیبل هم باشه، بعد همینو جوین کنم به تیبل جایی که اکتیویتی تایپ هم باشه end، و این دوتا هم با هم برابر باشن. یعنی چی؟ یعنی اسمش من اینو بذارم مثلا چه میدونم start table، و اینو جوین کنم به همون اکتیویتی، دوباره اسمشو بذارم end table. اسمشو نمیذارم end خالی یا استارت خالی، چون که end و استارت جزء کلماتی هستن که تو اسکیل معنی دارن. احتمالا من این شکل بنویسم خطا بده، ببینم خطا میده یا نه. آن چی؟ این اند یعنی که اسم اکتیویتی اند باشه، اینجا اسم اکتیویتی استارت باشه. استارت ماشین آیدیش برابر باشه با اند ماشین آیدی، و یه شرط دیگه هم دارم دیگه، این رو فعلا توی خط بنویسم. و دوباره همین پروسس آیدی هم باید برام برابر باشن، یعنی پروسس آیدی استارت باید برابر باشه پروسس آیدی اند. اینو هم فعلا کامنت میکنم با این دوتا داش، بی‌معنی میشه این خط. این تا الان یه خروجی خیلی طولانی داره، اگه البته به اند گیر نده، که عین خودش رو کپی کرده یه جا، همون که طور که حدس میرفت اند و استارت خطا داد. فکرم فقط اند هم خطا داره. اندا رو درست کنیم. من یه آندرلاین تیبل گذاشتم که استارت هم مثل همون باشه. ما الان موفق شدیم که عین خودش رو یه جا کپی کنیم، ولی یکم کثیفه که حالا ببینیم میتونیم یه کاری بکنیم یا نه. حالا همین که سلکت استارم کردیم کار جالبی نیست. من نیاز دارم جایی که اکتیویتی تایپ استارتم باشه
اکتیویتی تایپ این ورم باشه استارت و همزمان اکتیویتی تایپ اون ورم باشه اند. فکرم کلا دارم اشتباه پیش میرم. ببینیم جوابش چجوری. اکتیویتی هم اشتباه نوشتم که اصلا در شروع اشتباهه. اکتیویتی تایپ درست، دومی اشتباه. ببینیم خروجیش چه شکلیه و طبق اون ادامه بدیم کارو. من انتظار دارم که یه چیز اینجا داشت کنم فقط استارتا باشه، جلوشون اندها هم باشه. اینو من بکشم اینور. خب گفتم که ماشین آیدی صفر، پروسس آیدی صفر رو استارت کرده اینجا، همون ماشین آیدی همون پروسس رو که تموم کرده اینجا بوده. درسته دیگه؟ اینا با هم باید برابر باشن. 0 1 0 1 مثلا 2 1 این برات مثلا 2 1 2 1 و فلان. یعنی من الان نیاز دارم که یک ستون دیگه داشته باشم برای اختلاف این دوتا. اگه موافق باشین یکم تمیزترش کنیم، مثلا فقط یه ماشین آیدی داشته باشیم. اگه من صرفا ماشین آیدی رو به تنهایی سلکت کنم، به من میگه که من نمیدونم که کدوم ماشین آیدی منظورته. ماشین آیدی تیبل استارت تی یا ماشین آیدی تیبل اند تی. در نتیجه از ما میخواد که ماشین آیدی دقیقی رو انتخاب کنیم. من ماشین آیدی و اون یکی چی بود؟ پروسس آیدی رو از همون استارت تیمون برمیدارم. از اندم بردارم هیچ فرقی نمیکنه دیگه چون جوین زدیم یکیه. و از استارت تی تایم استمپ رو برمیدارم، تایم استمپ. از اند تی هم تایم استمپ. الان میتونم ببینم که فلان ماشین فلان پروسس رو کی شروع کرده و کی تموم کرده. من کافی الان این جمع کنم چی؟ اختلاف این دوتا رو بذارم کنار هم. یه ستون دیگه تولید میکنم خودم که اند بزرگتر منطقا اند رو منهای استارت کنم. یه اسمی باید برش بذارم، مثلا اسمشو میذارم پروسس تایم یا پروسسینگ تایم، نمیدونم پروسس تایم منطقی تر شدم، پروسسینگ تایم. و من حالا باید اینا رو اوریج بگیرم، یعنی بگم که ماشین صفر انقدر طول کشیده اینو انجام بده، ماشین صفر دوباره یه بار دیگه انقدر طول کشیده. حالا اوریج هر کدوم از اینا رو به ازای هر ماشین بگیرم در یک کوئری خیلی کرکسیف. یعنی من الان به حالت خیلی خوبی ماشین آیدی و پروسس تایم رو دارم. حالا صرفا باید این کوئری که دارم طبق این شرایط اوریج بگیرم پروسس تایم رو نسبت به هر ماشین آیدی. یعنی بگم ماشین آیدی رو به من نگه دار، اوریج اینا رو به من بگو و نسبت به هر ماشین آیدی دیگه، یعنی گروپ بای همون استارت تی ماشین آیدی. هرچند که این کوئری رو که ما بنویسیم بذاریم توی یه داشبوردی آره خب جوابم درست بود، پروسسینگ تایم هم درست بود. آدم به اون فوش میدن این چیه. یعنی ما شروع کنیم به اینو خوندن، خودمون باید کلی فکر کنیم که چیکار کردیم. مثلا خود من همین الان نمیتونم درست این توضیح بدم. بیاین از یه چیز دیگه شروع کنیم، یک روش دیگه اینو حل کنیم، بعد سابمیتش میکنیم. از CTE ها استفاده کنیم. CTE ها یه سینتکس جالبی دارن. مثلا VCT از من اینجا میتونم یک تیبل موقتی درست کنم و بعد از اون بخونم. یعنی چی؟ بیاین سعی کنیم همین استارت ها رو تحت عنوان یک CTE ذخیره کنم. یعنی یه تیبل موقت بسازم مثلا تو همین کوئریه و ازش استفاده کنم که یکم خانه‌تر شه. یعنی بگم select start کن from activity، جایی که activity تایم من تایپ من مساوی باشه با start. حالا من اصلا چجوری میتونم استفاده کنم؟ میتونم صرفا بزنم که select start from CTE، یعنی یک تیبل الکی موقت ساختم و میام این تیبل رو میخونم. دقیقاً انگار دارم این کوئری رو ران میکنم. جوابش شد فقط اکتیویتی تایپ های استارت.
من اسمشو میذارم مثلا starts. اوکی، یعنی سلکت کن همه چیزو از starts. این دقیقا همین جواب به من میده. حالا میتونم یه دونه دیگه عین همین بسازم به اسم ends. سینتکسش این شکلیه، ویت یه چیزی یعنی که من میخوام سیتی بنویسم، سیتی ها رو هم شکلی تعریف میکنم از پرانتز باز، اون کوئری که من میخوام پرانتز بسته. اگه بخوام یه سیتی دیگه تعریف کنم یه دونه از اینا هم میذارم، کاما میذارم. حالا ends رو دوباره میخوام تعریف کنم، سلکت میکنم star from activity، جایی که activity type دوباره تایپ نکنم مساوی باشه با end و پرانتز رو میبندم. خب حالا من یه تیبل دارم انگار موقتی به اسم start که start ها توشه، یه تیبل دیگه دارم موقتی به اسم ends که end ها توشه. خیلی خانه تره به نظر. و اینا رو با هم دیگه جوین میکنم، سلکت کن همه چیز از استار، لفت جوین کن، دوباره همه چیز از ends، جایی که حالا شرط ها میدانم از استارت ماشین آیدی مساوی باشه با ends دات ماشین آیدی. و یه شرط دیگه هم دارم از استارت پروسس آیدی مساوی باشه از ends با ends پروسس آیدی. این همون زیربنای کاری بود که دفعه پیش کردیم ولی یکم خانه تر، یعنی کسی بخونه که استارت چیه ends چیه و سلکت کن از استارت مثلا چه میدونم end فلان و اینا، چه چیز داریم start dot process id به مراتب خوبتر متوجه میشه. هرچند که دفعه قبل هم داشتیم به جواب میرسیدیم، به جواب هم رسیدیم. حالا طبق این چیزی که دارم اون خوشگل مشکل بازیاشو میکنم، یعنی میگم که از یک کدومش مثلا چه میدونم استارت ماشین آیدیو به من بده، ماشین قطعا این شکل نوشته نمیشه، این شکل نوشته میشه، ماشین آیدیو به من بده، در یه ستون دیگه به من بگو که توی استارت تایم استمپ چقدر بوده، تایم استمپ چقدر بوده و به من بگو که توی اند تایم استمپ چقدر بوده. مثل کنم که غلط املایی دارم، ندارم خدا رو شکر. و به مرتب خوناتر شد. حالا من کاری که باید بکنم اینه که اینا رو از هم دیگه کم بکنم که اصلا بدونم که درست این کار انجام دادم. منهای این از یه چیزی به اسم پروسس که یاد گرفتیم، پروسسینگ تایم درسته. آره. و این شد زیربنای چیزی که ما داریم. ما الان میدونیم که چی به چیه. حتی اگه من باشم دوباره سیتی دیگه میزنم برای اینکه تمیزتر باشه، بعد از اون سیتی اوریج رو حساب میکنم. ولی همینو پیش بریم دیگه. ماشین آیدیو میخوایم و اوریجش به ازای هر کدوم از این پروسسینگ تایم ها، اوریج اینا. الان به من خطا میده. چرا خطا میده؟ حالا کار کردم با توابع و یاد بگیریم در لحظه میفهمیم. میگه که من میخوام که اوریج بگیرم و یک جا ماشین آیدی به من دادی. من اینو دوباره ران کنم. من ازش میخوام یک ستون داشته باشم به اسم ماشین آیدی از این زیربنایی که من دارم که الان زیربنا رو میبینیم اینه، و اوریج بگیرم پروسس تایمو. میگه که یه ماشین آیدی صفر دارم که اوکی اوریجش الان اینه، بعد صفر دوباره باید بذارم. اوریج این دوتا رو من چجوری بذارم کنار این دوتا؟ یا مثلا میگه که این در واقع چی میگن اگریگیت فانکشنه، یعنی یه تابعیه که تجمیع میکنه یه سری چیز میذاره با هم. وقتی ماشین آیدیو میذارم اینجا انتظار دارم که این دوتا رو با هم دیگه اوریج بگیره، بعد بزنه ستون یک، یعنی یک سطر بیاد پایین یک به عنوان ماشین آیدی، بعد این دوتا رو اوریج بگیره، اینجا دو بزنه و این دوتا رو اوریج بگیره. و وقتی من این رو گروپ بای نزنم یک خب من چجوری دوبار بزنم ماشین آیدی بعد اوریج هم بگیرم و قاطی میکنم. من اینو بزنم اوریج، احتمالاً اگه کامپایلرم خوب باشه فکر کنم همینجا همونه، به من همچین اروری میده که ماشین آیدی رو آوردی اینجا ولی تو
گروپ بای نیست. میشه درستش کنی؟ این ماشین آیدی باید حتما حضور داشته باشه توی گروپ بای وقتی که یه اگریگیتور فانکشن یا اگریگیت فانکشن استفاده شده. خب میگیم چشم گروپ بای starts dot machine ID. الان انتظار دارم که جوابم درست باشه طبق چیزی که بود. عالی. یه چیز دیگه هم گفته بود که هر اوردری که دوست داری و توی 3 تا رقم اعشاری رو راند کن، که حالا مشکل نداریم. اگه توی تست کیس ها به مشکل برخوردیم درستش میکنیم. wrong answer از عالم غیب سیروان اومد و اوکی میگه که اوتپوت طبق این اینپوتی که من بهت دادم اینه، ولی من ضرورتم که همچین چیزی داشته باشم. احتمالاً خودش گفته که اوردرش مهم نیست. کدوم ماست دیگه؟ آره گفتم یکی دقیقا اینو حل کرد. اینو ستایش کنیم. چجوری ستایش میشه کرد همچین چیزی رو؟ از تابع استفاده میکنیم به اسم راوند توی پستگره. من میگم سلکت کن مثلا 1.23456 رو و بهم خروجی نشون میده سلکت 1.23456 رو در عنوانی که ستونی که اسم نداره. حالا من میگم راوند کنین رو. من فکر کنم راوند خالی در هیچ حالتی جواب به ما نمیده، مثلا همچین چیزی ارور میگیره. ما باید بهش یه آرگومان دیگه هم تحت عنوان تابع بدیم. نه خب اگه راوند بدیم این رو تبدیل میکنه به عدد صحیح. حالا من میتونم بهش بگم که بیا این کار دیگه جالب تر بکنیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ممیز 5 6 7 8 9. من میگم که این رو بیا راوند کن، احتمال به من برمیگردونه 1 2 3 4، یعنی که اعشاریه‌اش رو خط میزنه. ببینیم چی کار میکنه. نظر خودمون دارم یاد میگیرم. 1 2 3 چون تابع گرد کردن بود اینجا بیشتر از 5 گرد کرد به بالا شد 1 2 3 5. حالا میتونم بهش بگم که این رو با یک رقم اعشار به من برگردون. احتمال برمیگردونه 1 2 3 4 ممیز 6 چون این ورش بیشتر از 5 گرد میکنه به بالا. میتونم بهش بگم مثلا چه میدونم با 3 تا بهم برمیگردون 1 2 3 4 ممیز 5 6 8 چون که این ورش بیشتر از 5 و 3 تا رقم اعشاری داریم. میتونم بهش عددهایی هم منفی بدم. یعنی چی؟ بهش بگم منفی 1، اینکه اینجا هم کلکشو بکن به من برمیگردونه 1 2 3 0 چون که کمتر از 5، یعنی برمیگردونه 1230. من میتونم بهش بگم که اینو با منفی 3 تا جای اعشاری به من برگردون جایگاه و من میتونم برمیگردونه 1000. این راوند میتونه که این شکلی هم باشه. بعضی وقتا که مثلا با توابع مالی کار میکنیم احتمالاً اون کسی که کوریه رو قرار ببینه راحت نیست که همچین اعدادی ببینه و همچین اعدادی براش ملموس تر باشه. اونجاست که ما باید دقت کنیم که این منفیه چقدر باشه که درست باشه کارمون. حالا طبق چیزی که دقیقا سوال گفته من راوند میکنم این عدد رو با 3 تا دسیمال پلیس، 3 تا جایگاه اعشاری، جایگاه دهی. runtime error function round does not exist. حالا ما با راوند کار نکردیم. پرانتز اینم average است. چی گفته؟ این کسب کاری کنیم من بعدم ببینم چی گفت. خب من اینو میکنم یه CTE همونطور که گفته بودم. اسمشو بذاریم چی؟ اسمشو بذاریم فاینال CTE از همچین چیزی. دوباره کثیف شد کوئریمون که اصلا خوب نیست. ببینم چی شد مشکل. سلکت کنیم استار رو از فاینال CTE. این همون جوابی که از قبل انتظار داشتیم رو بهمون برمیگردونه. میگه که این ماشین آیدی همچین اوریجی داشت فلان. خب حالا ما میگیم ماشین آیدی رو سلکت کن. ماشین آیدی رو از اینجا سلکت کن. دیگه نیاز نیست استارت بزنم چون اینو تحت عنوان ماشین آیدی میشناسه. و راوند شاید تایپی نداشتیم. نه
و راوند پروسسینگ تایم 3 تا از پروسسینگ تایم دوباره. به نظر مشکل نداریم، واقعا مشکل نداریم دیگه. احتمالا دوباره مشکل داریم. میگه که فانکشن همچین چیزی وجود نداره select کن ماشین آیدی راوند این از فلان. همچین فانکشنی نداریم. might need to add explicit type casts. عجیبه. من اینو با اجازهتون دسیمال میکنم ببینم حالا مشکل چیه. این دسیمال باعث میشه که بگم که دوباره عدده رو اعشاری کن، هرچند که اوریج خودش باید عدده رو اعشاری بکنه. نمیدونم این رو. حالا ببینیم جواب چجوری میشه. خیلی کرکسیف شد، همچین چیزی قابل قبول نیست. حداقل باید اینجا اینو دسیمال میکردیم. بعد بذار اینو انجام بدیم که با سیتی های کمتری استفاده کرده باشیم. سوال کرده بودیم که این چیکار میکنین تو ویدیو قبلی فکر کنم. آره که مثلا ما میتونیم بگیم که کست کنیم فلان رو از، اگه بخوایم مثلا تبدیلش کنیم به اعشاری دسیمال مثلا قطعا این شکلی نوشته نمیشه. این شکلی اگه بخوایم تبدیلش کنیم به عدد صحیح اینت میکنیم، بخوایم تبدیلش کنیم به رشته و اینا از ورکر استفاده میکنیم. اگه دیت تایم باشه میتونیم رو دیت کنیم، اگه دیت باشه میتونیم تایم استمپش کنیم و کارهای مختلف فلان. من اینجا پاک کردم چون که آخرین سیتی نباید منتهی به کام باشه. تا اینو ران کنم ارور میده که داری چی کار میکنی. برای همین اینو برمیدارم، اینو راوند میکنم. میگه که سینتکس ارور داری نزدیک سلک هم بود. اینو تبدیل میکنم به یک متغیر با تایپ دسیمال. قطعا این شکلی نوشته نمیشه، این شکلی نوشته میشه. حالا اینو راوند میکنم یا روند میکنم به 3 تا عدد اعشاری. ببینیم چی شد. ما با 212 میلی ثانیه حل کردیم که 71 میلی ثانیه ارور داشت. دوباره مشکل داریم، اون پرانتزه بود و نوشته بود که از 70% آدم ها و کوئریاشون بهتر بودیم. ببینیم چی میشه. الان گفته که از 96% آدم ها بهتریم. من بعید میدونم چون که یکم قاطی پاتی کردیم کارمونو، ولی حداقلش اینه که خانه است. یعنی اگه من یکم دوباره قواعد رو رعایت کنم که سلکتار رو این شکلی بزنم و این انده رو بیارم پایین یه دونه، به نظر خانه میاد. یعنی من نصیرم اگه بیام اینو بخونم میفهم که چه کاری شده نسبت به قبلی هم افتضاح نبوده. ببینیم آدمایی که خیلی سریع تونستن کد رو حل کنن چیکار کردن. دقیقاً آره، این تا حد خیلی زیادی شبیه اون اولین کاری که ما کردیم. اول گفته این از اینجا اینا رو سلکت کن، جوین نکرده و بعد ور گذاشته که واقعا چیز خانه‌ای نیست. ترجیحاً جوینا رو باید بالا بزنیم ولی اوریجر رو بزرگ بزنیم. نیومریک هم کار دسیمال میکنه. من خودم دقیقا نمیدونم فرقشون چیه از نظر دیتا استراکچر. اینو میخونم چون من خودم بعضی وقتا نیومریک استفاده میکنم، بعضی وقتا از دسیمال برای مثلا تقسیم اینا که حالا جلوتر میبینیم تقسیما رو، بعد اونجا میفهمیم ببینیم فرقشون چیه. من خودم نمیدونم. ترجیحاً مثلا از رو بزرگ نوشت و توضیح داد برای خودمون حداقل که A1 استارت و A2 انده. بعد یه سری آدما هستن که اینجا بوده یه سیتی اوریج درست کرده، یه سیتی استارت، یه سیتی استاپ و دیستینکت ماشین آیدیا رو فلان راوند و استارت کل. بعد ویندو فانکشن هم استفاده کرده، نیومریکس و اینا. چیز جالبی نیست خیلی. من که هم دوست ندارم چون راه حلی از نظر خانه‌ای صرفا یکی از بهترین راه حلاست به نظرم. این تا حد زیادی یکی از بهترین راه حلاست همچین کاریه کردن. که جلوتر میبینیم که کجاها به دست میاد، به کار میاد، چرا به دست بیاد. این هم کار اولیه ماست.
حالا ترجیح اینا رو یه دونه شیفت میزد و بعد مثلا اینجا جوین میزد خیلی بهتر میشد. اینجا هم دوباره کست کرده به دسیمال، بعد روند کرده و فلان و اینا. بذارم کافیه دیگه برای امروز. اینر جوین این طبعا هم کار اولیه ماست دیگه. ملت چیکار کردن؟ چی نوشته؟ سلکو ماشین آیدی راوند سام جایی که ضرب یک. چی؟ تایم استمپ منهای یک در غیر نسبت خود تایم استمپ تقسیم بره فلان. کانتش. خب فرام اکتیویتی گروپ به ماشین آیدی فرام چیز. همین که کوریه وقتی یکی آدم میخونه داره میگه که چی و فلان اینا، این که کوریه تمیز نوشته نشده ولی به نظر کارش جالب میاد. این خیلی کار جالبیه. این کار جالبیه، بهش فکر کنیم. اینا هستم برای خلاقانه بودن، نه برای خانه ای. طبعا کدی که ما نوشتیم خیلی خانه تر. آره همین یه امروز روز دهم بود فکر کنم. نهمیه. اگه نهمی بود که روز دهم بود. آره فکر کنم روز دهم. عالی.